شمعون پتروس که بنده و حواری عیسی مسیح است، به آنهایی که ایمان گرانبها را مثل ایمان ما در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده قبول کردند، فیض و آسایشتگی در شناختن خدا و عیسی خداوند ما بر شما فراوان باد. از بس که قوت الهی او همه چیزهایی برای حیات و پرهیزگاری ضرور را به ما بخشیده است، به واسطه شناختن او که ما را با جلال و کمال خود دعوت نموده است که با آنها به ما وعده های بزرگ و گرانبها داده شده است، تا که شما به واسطه آنها شریک طبیعت الهی گردیده از فساد شهوت که در جهان حکم فرماست دور شوید. بنابراین شما تمام جد و جهد خود را به کار برده به ایمان خود نیکوکاری را اضافه نمایید، به نیکوکاری خردمندی را، به خردمندی پارسایی را، به پارسایی طاقت را، به طاقت پرهیزگاری را، به پرهیزگاری برادر دوستی را و به برادر دوستی محبت را. اگر این صفت در شما یافت شود و افزایش یابد، شما در شناختن خداوند ما عیسی مسیح بی موفقیت و بی ثمر نخواهید ماند. ولی در هر که این صفت یافت نشود، وی کور است، یعنی چشمانش را پوشیده، فراموش کرده است که گناه‌های پیشتره او تطهیر شده اند. از این رو ای برادران، بیش از پیش سعی و کوشش نمایید که دعوت و انتخاب خود را استوار گردانید و اگر همین طور رفتار کنید هرگز پیشپا نخواهید خورد. زیرا که با چنین راه در آمدگاه ملکوت ابدی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برای شما بی‌ملال گشاده خواهد شد. برای همین من به یاد شما آوردن این را هرگز بس نمی کنم، گرچند که شما این را می دانید و در این راستی استوار هستید. اما من صلاح می دانم تا دمی که در این خیمه هستم شما را با یادآوری تحریک دهم، چون می دانم که به قریبی باید خیمه خود را ترک کنم، چنان که خداوند ما عیسی مسیح به من اعلان نموده است. و سعی و کوشش خواهم کرد که شما پس از رحلتم نیز همیشه این را به یاد آورید. زیرا هنگامی که ما قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح را به شما خبر دادیم، از پی افسانه های فریبگرانه نرفته ایم، بلکه کبریای او را با چشم خود دیده ایم. زیرا که او از خدای پدر شفقت و جلال یافت، وقتی که از جانب جلالی با عظمت سوی او چنین آواز رسید: این است پسر محبوب من که حسن توجه من بر اوست. و این آواز را که از آسمان آمده رسید ما شنیدیم هنگامی که با او در کوه مقدس بودیم. و کلام نبوت برای ما متانت بیشتری دارد. شما خوب میکنید که به آن رو می آورید، همچون به چراغی که در جای تاریک نور می پاشد، تا دمی که چشم روز گشاده شده ستاره صبح در دلهای شما طلوع نماید. و پیش از همه چیز این را بدانید که هیچ یک نبوت نوشته ها تفسیر شخصی را روا نمی داند، زیرا که هرگز نبوت به حسب اراده آدمیزاد به زبان رانده نشده است، بلکه مقدسان خدا با تحریک روح القدس آن را به زبان راندند.